خداوند به فرشتگان عقل داد بدون شهوت و به حیوانات شهوت داد بدون عقل، اما به انسان هر دو را داد، هم عقل و هم شهوت. پس اگر عقل انسان بر شهوتش غلبه کند، مرتبه او از فرشتگان هم بالاتر می شود. اما اگر شهوت انسان بر عقلش غلبه کند، از حیوان هم پستر می شود. نتیجه و پیامدهای این را که در حیات دیده ایستاده ایم. برادران و خواهران عزیز، در همه کار از عقل کار بگیرید. خداوند هم می فرماید که از عقل کار بگیرید. می فرماید افلا تعقلون، یعنی آیا از عقل کار نمیگیرید؟ صدق الله العظیم. انسانی که از عقل کار میگیرد به عاقبت و انجام کار خود می اندیشد و در نتیجه از کارهایی که به خود یا دیگری ضرر میرسد، از کارهایی که خشم و غضب الله را می آرد، از کارهایی که خود و دیگران را به بی‌حیایی میکشاند پرهیز میکند. انسانی که از عقل کار میگیرد آینده درخشان و عاقبت نیکو در انتظارش هست. پس این عقل نعمت بی‌بهای است که باید شکر آن را به جا آورد و مگذاشت که شهوت بر آن غلبه کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.